اگه بهت بگم به راحتی میتونی این فالوده شیرازی خوشمزه رو خودت تو خونه درست کنی باورت میشه؟ اول شکر رو با آب جوش مخلوط میکنیم تا شکر کامل تو آب حل بشه. اگه نشد فقط 1 دقیقه رو حرارت بذارید. بعدم گلابو بهش اضافه میکنیم و شربتمون رو 2 قسمت میکنیم. به یکیش زعفرون میزنیم و میذاریم تو فریزر تا ببنده. حالا میخوایم از رشته فالوده میکلا برای درست کردن فالودهمون استفاده کنیم که اولین تولید کننده رشته فالوده تو ایرانن و کیفیتش فوق العاده است. رشته ها رو بعد از اینکه با دست یکم خورد کردیم تو آب در حال جوش میریزیم و 15 دقیقه میجوشونیم. وقتی اینطوری شفاف شدن از آب در میاریم و میریزیم تو کاسه‌ای که آب و یخ ریختیم و میذاریم 10 دقیقه بمونه. رشته ها که حسابی خنک شدن آبکش میکنیم. حالا شربتامون رو که گذاشته بودیم یخ بزنه رو کامل میتراشیم و بعد رشته ها رو سریع باهاش مخلوط میکنیم. انقدر هم میزنیم تا رشته هامون به همین خوشگلی و جذابی سرو بشن. اگه نیاز بود دوباره میتونید نیم ساعت دیگه تو فریزر بذارید. بعدم تو ظرف سروتون بریزید و با هر چی که دوست داشتید نوش جون کنید که هم با آب لیمو ترش هم با شربت آلبالو فوق العاده میشه. اینم از فالوده شیرازی جذاب و خوشمزه‌مون که با رشته های میکلا درستشون کردیم. تو این گرما حسابی میچسبه. حتما امتحانش کن.